خودکشی سیتا قاسمی حقیقت داشته است؟ این هنرمند در کجاست؟ مصروف چی کار باری است؟ چرا دیگر آهنگ نمی سراید؟ وضعیت سیتا قاسمی چگونه است؟ دختران سیتا قاسمی نزدیکی است؟ آیا با واقعیت وی بار دیگر ازدواج کرده است و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سیتا قاسمی هنرمند بی‌بدیل، ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، عاشقانه آهنگ می‌سراید. آهنگهایش برای میهنش و عشقش بوده است. سیتا قاسمی در سن نوجوانی ازدواج کرد، اما ازدواج سیتا قاسمی از هم پاشید و از همسر اولش جدا شد. این همه در حالی است که از همسر اولش دارای 2 دختر می باشد. سیتا قاسمی اکنون با دخترانش در کشور آلمان و گاهی در دبی زندگی دارد. زندگی خوش و لاکچری دارد. سیتا قاسمی عاشقانه آهنگ می سراید. آهنگهای وی با شفیق مرید و شرافت پروانی بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده بود. سیتا قاسمی در کشور دبی خودکشی کرده است. تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، اما دیر می شود سیتا قاسمی دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است و آهنگ جدیدی نشر نکرده است. این همه در حالی است که چند قبل تصاویرش نشر شد که وی در دبی با یکی از پولدارترین مردان نامزد شده است که تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا هم در دست نیست و اینکه آیا این خبر حقیقت داشته است و یا هم خیر معلومات دقیق در دست نیست. اما من آرزوی خوشبختی و سعادت برای این هنرمند با جمع هنرمندان دیگر افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از سیتا قاسمی خواهیم بود. دوزاران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.